Ablacığım bir dur Allah'ını seversen ya. Zaten ne yapacağımı şaşırdım. Aksini her an gelebilir. Allah Allah ya. این مجموعه 88 کرسی دارد و تمام اعضای آن از صافی شورای نگهبان گذشتند. جلسه مجلس خبرگان با حضور دست کم 2/3 اعضا یعنی 59 نفر رسمیت می‌یابد. انتخاب رهبر جدید نیازمند رأی موافق 2/3 حاضران در جلسه است. یعنی انتخاب یک نفر به رهبری می‌تواند با رأی 40 نفر هم انجام شود. هرچند انتظار می‌رود که اکثر اعضای زنده برای چنین جلسه مهمی خود را به مجلس برسانند. اما انتخاب رهبر از میان چه کسانی صورت می‌گیرد؟ اصل 109 قانون اساسی شرایط رهبری را داشتن این ویژگی را تعیین کرده: صلاحیت صدور فتوای فقهی، عدالت و تقوا، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. در مجلس خبرگان کمیسیونی هست که وظیفه‌اش بررسی این شرایط در مورد کسانی است که ممکن است در آینده به عنوان نامزد سمت رهبری در نظر گرفته شوند. این کمیسیون 11 عضو اصلی دارد و گزارش‌هایی در مورد نامزدهای احتمالی تهیه کرده مقررات است. وجود چنین کمیسیونی را نخستین‌بار اکبر هاشمی رفسنجانی در آذر 1394 علنی کرد. او مدتی بعد گفت که این کمیسیون 2 نفر را به طور سری به عنوان نامزدهای جانشینی آیت‌الله خامنه‌ای در نظر گرفتند. احمد متوجه میشه که با اطمینان بالا آقای خامنه‌ای در یک پایگاهی در یک مقر ساختمانی در تهران حاضر و به محض اینکه از این موضوع اطمینان پیدا کنه این اطلاعات رو در اختیار اسرائیل قرار بده و در نهایت به خاطر همین زمانبندی و فرصتی که اسرائیل می‌بینه برای هدف قرار دادن آقای خامنه‌ای و یک سری از رهبران عالی‌رتبه که در این ساختمان نزدیکی آقای خامنه‌ای بودن به تصمیم گرفته میشه که حمله انجام بشه. نزدیک ساعت 6 صبح اسرائیل جت‌های جنگنده‌ای بلند میشن و به سمت این اهداف حرکت میکنن. ما نمی‌دونیم که حمله در چه موقعیتی از آسمان انجام شده چون با موشک‌های دوربرد هم مجهز بودن این جنگنده‌ها ولی در نهایت حمله انجام میشه. جزئیاتی هست که روزنامه نیویورک تایمز منتشر کرده از همکاری اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل به طور خاص برای هدف قرار دادن آقای خامنه‌ای. و آخرین ها که از کاسبی میشنویم در حال حاضر به نتیجه برسه به همین حالت هست که سعی بیش از پیش خواهند کرد برای اینکه نه فقط خامنه‌ای رو از بین بردن خیلی هم خوب، اما برای جمهوری برای ایالات متحده و اسرائیل از بین بردن کلیت حکومت جمهوری اسلامی هستند. همزمان با صحبت‌های شما هم داریم تصاویر برلین رو می‌بینیم، جایی که ایرانی‌های مقیم آلمان در حال شادی موثرتر هستش از آقای اسرائیل به طور مشخص می‌بینیم که پیام‌هایی که اخیراً مخصوصاً این دعای مصدق دادن بسیار صریح داره مردم رو در واقع دعوت می‌کنه که از این فرصت استفاده بکنن، فرصتی که به قول ایشون در هر نسل ممکنه فقط یک بار اتفاق بیفته. بخاطر همین هم دعوت کرده از در واقع اقشار مختلف در ایران، همینطور از در واقع کردها اسم برده، از بلوچ‌ها اسم برده، از خود فارس‌ها اسم برده و همه اونها رو دعوت به یک اتحاد کرده که بتونن از این فرصتی که وجود اومده استفاده بکنن. من فکر می‌کنم اگر این در واقع هدفی که اسرائیل داره در کوتاه مدت در این بازی زمانی چند ماهه بتونه اتفاق بیفته، اما به هر صورت مرز بسته نیستش. دولت ترکیه از شهروندانش خواسته که به سرعت خارج بشن، بهشون در واقع توصیه کرده که در جاهای امن بمونن و گفته که مرز باز در صورتی که بخوان